شاهی ساسانی در جزایر هندوچین فرمانروایی میکرد. او 2 پسر دلاور داشت. شهرباز پسر بزرگتر که سلحشور بود و محبوب رعیت، و شاه زمان پادشاه سمرقند. آنان 20 سال با عدل و داد در دیار خود فرمانروایی کردند. شهرباز دلتنگ برادر شد. به وزیر فرمان داد تا شاه زمان را دعوت کند. وزیر پیام را رساند. شاه زمان بیدرنگ آماده سفر شد. وسایل را بیرون دروازه بردند و اداره کشور را به وزیر سپرد. شاه زمان در راه وسیله‌ای را در قصر جا گذاشته و یادش آمد. بازگشت و همسرش را با غلامی سیاه در بستر دید. از شدت خشم هر دو را کشت. شاه زمان به دیار برادر رفت. شهرباز با شادی استقبال کرد و شهر را چراغان نمود. شاه زمان غمگین بود. شهرباز گمان برد دلتنگی وطن است. شهرباز دلیل ناخوشی را پرسید. شاه زمان گفت زخم دل دارد، ولی راز را فاش نکرد. شهرباز شکار پیشنهاد کرد، ولی شاه زمان نپذیرفت. او در قصر کنار پنجره نشست. همسر شهرباز با کنیزان و غلامان به باغ آمدند. کنیزان و غلامان به کنار حوض رفته جامه برگرفتند و خوشگذرانی کردند. زن شهرباز نیز با غلامی در آغوش شد. شاه زمان با خود گفت مصیبت برادر بزرگتر است. پس همش از میان رفت. شاه زمان به خوردن و نوشیدن پرداخت. شهرباز بازگشت. از تغییر حال او شگفت زده شد. شاه زمان قول داد دلیل رنجوری را بگوید، اما علت بهبود را نه. شاه زمان ماجرای کشتن همسر و غلام را تعریف کرد. گفت از گفتن علت بهبودی معاف است، اما شهرباز سوگند خورد که حقیقت را بداند. شاه زمان پیشنهاد داد شهرباز به شکار وانمود کند و پنهان شود. شهرباز با لشکر از شهر بیرون رفت. سپس در لباس مبدل و پنهانی به قصر بازگشت و کنار پنجره باغ نشست. کنیزان، غلامان و ملکه وارد باغ شدند و تا شب به خوشگذرانی پرداختند. شهرباز پریشان به برادر گفت برخیز تا سفری بی مقصد آغاز کنیم. آنان از در مخفی خارج شد. روز و شب راه پیمودند تا به ساحل دریای شور و چمنزاری رسیدند. کنار درختی چشمه‌ای بود. پس از آشامیدن زیر درخت آسودند. ناگهان دریا متلاطم شد و ستون دود سیاهی از آنجا برخاست. 2 پادشاه بر درخت بالا رفتند. درخت بلند بود و همه چیز زیر آن دیده میشد. ناگاه نره دیوی بلند قامت و هیکلی با صندوقی بر سر پدیدار شد. دیو به ساحل آمد و زیر درخت نشست. صندوق را باز کرد و جعبه‌ای بیرون آورد. از جعبه دختری پریرو با رخساری چون آفتاب سر برآورد. دیو به دختر نگاه کرد و گفت ای سرور بانوان، تو را در شب عروسی رو بودم، میخواهم بخوابم. سپس سر بر دامنش گذاشت و خوابید. دختر 2 پادشاه را بالای درخت دید. سر دیو را از زانو برداشت. دختر زیر درخت آمد و به آنان گفت فرود آیید و نترسید. آنان التماس کردند که بگذرد. دختر سوگند خورد اگر نیایید دیو را بیدار میکنم. آنان از ترس فرود آمدند. دختر در برابرشان ایستاد. دختر گفت با من بیامیزید وگرنه دیو را بیدار میکنم. شهرباز از وحشت به شاه زمان گفت
فرمانش را بپذیر. شاه زمان گفت اول تو این کار را بکن. آنان یکدیگر را ترغیب می کردند. دختر گفت چرا اصرار می کنید؟ دختر تهدید کرد اگر خواسته اش را برآورده نکنند دیو را بیدار می کند. دو پادشاه از ترس دیو خواسته او را برآورده کردند. دختر گفت جان به در بردید. سپس گردنبندی با 570 انگشتر بیرون کشید. دختر پرسید می‌دانید اینها چیست؟ گفتند نه. گفت صاحبان این انگشترها با من آمیخته‌اند. شما آخرینید. انگشترهایتان را بدهید. آنان انگشترها را دادند. دختر گفت این عفریت مرا در شب عروسی ربود و در جعبه و صندوقی با 7 قفل گذاشت و به دریا افکند. ولی اگر زنی چیزی خواهد هیچ چیز مانعش نیست. شهرباز و شاه زمان شگفت زده گفتند مصیبت او از ما بزرگتر است و مایه تسلای خاطر ما. پس او را ترک گفتند و به کشور شهرباز بازگشتند. شهرباز زن، کنیزان و غلامانش را گردن زد. از آن پس هر شب دوشیزه ای را به زنی می گرفت و بامدادان او را می کشت. 3 سال گذشت. مردم به ستوه آمدند و با دخترانشان گریختند. شهرباز به وزیر فرمان داد دختری بیاورد. وزیر پس از جستجوی بی حاصل هراسان به خانه بازگشت. وزیر 2 دختر داشت، شهرزاد و دنیازاد. شهرزاد کتاب‌های تاریخ و ماجرای پیشینیان را خوانده بود. از پدر پرسید چرا پریشانی؟ وزیر ماجرا را گفت. شهرزاد گفت مرا به همسری شهرباز درآور. یا فدای دختران سرزمینم میشوم یا نجات بخش آنان خواهم بود. وزیر گفت این خیال را از سر بیرون کن. شهرزاد گفت هرگز. وزیر گفت میترسم بلایی که بر سر خر و گاو و مرد دهقان آمد بر سر تو نیز بیاید. شهرزاد پرسید ماجرای آنها چیست؟ وزیر گفت دخترم بدان که